چجوری اون پخش شد؟ من هم خانومم هر جفتمون آلفاییم، حرف خودمونه. به خاطر این معمولا وقتی مثلا یه موقعی اتفاقی میفته اون کوتاه آمدن اولیه انجام نمیشه. ولی 2 نکته خیلی مهم داشت، یعنی 2 درس زندگی ازش گرفتم. من بدی کردم، خب اشتباه یا حالا رد دادی، هر چی، هر توجیهی که میخوای بکنی دیگه. الان تو رفیقم، شاید ازم ناراحت بشی، من 100% تو رو مقصر میدونم با وجود اشتباه که از طرف من بود به طور 100%، حتی تصورش هم نمی‌کردم اینکه خانمم منو ببخشه. واقعا همچین چیزی دیگه اصلا تو تصورم، تو مخیلم نمی‌گنجید. بزرگی که کرد خب و منو بخشید و در کنارش اتفاق بزرگ جالبی دیگه که افتاد، حیایی بود که مردم کردن، که انگار به این ویدیو میرسیدن ردش میکردن، نگاه نمیکردن. برای اولین بار به بلوغ مدیایی مردم ایران ایمان آوردم